عباس رضی الله عنه می فرماید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ابغض الناس الی الله ثلاثه، مبغوضترین شخص، بدترین شخص که الله سر سخت غصه میشه به پیش الله متعال سه شخص است، سه نفر است. کدام نفر است؟ متوجه باشید. اول ملحد فی الحرم، حرم الله طوری جور کرده که در اونجا جنگ، جدل، خیانت، دزدی، بغاوت این گپا باید نباشه. قطعا در اونجا کاری را انجام نده که سبب بدبختی مردم شود. راه ها را تغییر بده. تظاهرات میکنی یا در حج رفته ای؟ احرام که پوشیدی معنای چی است؟ قرآن برای چی گفته؟ فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. گپای لوبالی، گپای بی حیایی گفته نمیشه، کاری نادرست و زشت اونجا نمیشه، جنگ جدل اونجا نمیشه. با میلیون ها مخلوق است. عفن گفته هر کس خدمت دیگه کسا کرده رایسته. دین اسلام نمونهش به جهان پیش میشه همه ساله که این ملت هر قدر ازدحام جایه ادناترین اشکال پیدا نمیشه در زندگیشان، لیکن چوچه های یهود باز میبینه که چی کارا نمیکنه، الحاد حرم میکنه. رسول الله میگه پیش الله سه شخص خیلی مبغوض است. کسی که الحاد و کجروی را در کجا میکنه؟ در حرم. در حرم تظاهرات شروع میکنه. در حج رفته در تظاهرات؟ در کدام چی رفته؟ یک. دوم و مبتغن فی الاسلام امر الجاهلیه، سنت الجاهلیه، طلب کننده در اسلام روش های جاهلیت. ای از نیاکان ما باقی مانده، این سنگ بابایی ماست. خب این سنگ بابایی است. کدام بابا؟ چقدر علم داشت، چقدر عقل داشت، کدام کار کرده؟ رسوا کرده تا یعنی که تو را عزت بخشیده؟ کدام کار؟ تا امروز نیست سنتی جاهلیت فعلا نیست. توی میشه به نام تخجمی مجلسی رسوایی بنا نمیشه؟ زنا را بچه میکنه همشریش در گاردش نمیره؟ ملای نمولا امو طور نکارم بسته میکنه. جنایت زنا انجام داده. ملا و ریستفید و آجی و ملک خفه نشوه، دور از حاضر مجلس و مردمای متدین. اینمی تا خود تا یک جای میشه اونمو دخترک که مظلومه، لذت ها را زناها را برادر کرده، دخترک بیچاره به بد داده میشه. سنت جاهلیت نیست؟ بدل سنت جاهلیت نیست؟ دختری تا بده، دختری خدا میدو، سنت جاهلیت نیست؟ آلی امروز که تو پیرک بالا میکنی، امروز که تو قبره بنیاد جور میکنی، گنبد جور میکنی، سنت جاهلیت است. سنت جاهلیت است. در سر قبرها ذبح میشد، امروز نوروز ذبح میکنه. سنت جاهلیت است. خبرداری که پیش الله مبغوضترین شخص هستی. او در نوروز رفتنی نفهمی که تو اگر در مزار میری مبغوضترین شخص به نزد الله متعال هستی. و حدیث باز بخیر به تو میگه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. تو پیغمبر دوست داری؟ امتی پیغمبر هستی؟ رسول الله برات گفته که سفر بکن برای زیارت. در کدام حدیث پیدا میکنی؟ علما جمع شود تحقیق کنن دینا، طلب کو روش های جاهلیت دیگه زنده کو. خب به نزد الله مبغوضترین شخص هستی، مبغوضترین شخص. کدام طریقه؟ این طریقه اسلام است یا طریقه جاهلیت است؟ 13 بدر آتش در دادن، در سر کو برآمدن، 7 میوه را که در اول سین و شین بیا این را جور کردن، میوه و جلبی را به نامزاد بردن. سنت های کیست؟ برام بگو. پیغمبر گفته، پیغمبر کرده، صحابه کرده، تابعین کرده، تبی تابعین کرده. با کدام مذهبی که تو لاف میزنی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله بیار پیدا کن که همی کار کرده یا نه. ملاهای درباری شروع میکنه در تلویزیون آلی نعوذ بالله عورتای این ملحدین پنهان میکنه که اینطور است که اینطور است. خود این طرف من که پیشتر براتان گفتم نوروز حرام نیست، تلبیس
تلبیس نکو و ملای ناملا ولا تلبس الحق بالباطل. اگر مرد هستی بگو که تجلیل نوروز حرام نیست. هبیره بگو مردم فریب میدی نوروز حرام نیست. کلمه را درست استعمال که پیش براتون گفتم. تلبیس میاره سری مردم دیدی؟ حقیقت درک نمیگه که تجلیل نوروز حرام نیست. نیکش گفته نمیتون. شاید که مقلد است، مقلد مذهب حنفی است. برو کتابای احناف در مورد نوروز مطالعه کنید. یک مذهب دیگه به این اندازه که مسمت نوروز سخت بیان کرده، یک مذهب دیگه بیان نکرده غیر از احناف. ولی احناف به خاطر بیان کرده که در مناطقی از جا امی اعمال صورت میگیره. همین نوروز تجلیل کردن خودش در جایی هست که اونجا مذهب حنفی است. میفهمی؟ ما را متهم میکنی، تکفیر میکنی، مردم شما کافر گفته. کتابای طلبه بکشی، احکام القرآن للجساس، مرقات، شرح مشکات، بحر رایق، فتاوای شامی بکش. کسی که در روز نوروز به خاطر تعظیم نوروز یک دانه تخم بده چیز نوشته کرده کافر است. گپشان راست است. این حق میگه. کسی که تعظیم نوروز اسلام توهین کنه و بزرگداشت چیره نوروز از او کده بالا بدانه خب برالا که کس باز خود کتابی نوشته کرده. این کتاب ها کجا میشه بازه؟ هواخواه کسی که هواخواهی میکنه آلی این که این کتاب های مذهب معتبر نیست دیگر پتکوشه.